من دارم همه چیزا دارم. این ناظری را در مرکز شهر کلوب مخصوص رقم ماشین خبرنگار را کنده میگیرد. اینجا هم خودنمایی دارد، اما رقم ماشین تویوتا کمری را نمیکنند. رانندگان میگویند که زور این ناظران تنها به کندن رقم ماشین های نظرناگیر میرسد. بحثی ما هم بعد شکستن و گرفتن رقم از ماشین سر زد. با وجود پرسش ها او کی هست و به کدام حق رقم را کنده است، اما خود را معرفی نکرده. کیت نام فامیل چیه؟ ناظر میگوید که ماشین را ما در نزد علامت راه گذاشته ایم، ولی پیش از ماشین ما چند اتومبیل دیگر گذاشته شده بود. ناظر با زور تلفن نوارگیری ما را کشیده گرفت. تلفن از ساعت 11 تا ساعت 16 بیگاه در دست ناظر بدهی بود. ما تلاش کردیم با سردار شعبه وزارت کارهای داخلی و بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب این حالت را رسانیم، اما از این دو سردار کسی را پیدا کردن نتوانستیم. ما به نزد بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب هم آمدیم. هم شهر است هم منطقه است. متاسفانه علیم بدیلخانزاده سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب در اداره‌اش دست گفتند که موصوف خوراک نصف روزی خوری رفته است. این بار اول نیست که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب با خبرنگاران وارد بحث می شوند. سال نیست که خبرنگاران از قانونشکنی های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی کلوب خبر نشر نکنند. هرچند کارمندان بدهی کلوب میگویند که آنها کارمندان قانونشکن را از صفشان تازه میکنند، ولی تاکنون شکایت ها از بالای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب کم نشده است. کاری که این ناظر کرد، رانندگان میگویند که روزی نیست آنها به چنین حالت در نزد بازار کلوب گرفتار نشوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.